درود میگوییم با شما دوستان عزیز. برنامه نوبتی رو از شهر بستانی خوجند منظوری شما میگردانیم. بسیاری ها خیال میکنند که رقیب ولی جان عزیزов این غالب جان یوسفوف است، یا اینکه برعکس رقیب غالب جان یوسفوف این ولی جان عزیزов است، ولی در اصل چنین نیست. تحقیقات و جستجوهای ما نشان داد که رقیب ایجادی غالب جان یوسفوف تماما دیگر نفر است، نفری که امروز مهمان برنامه ناگفته هاست. قبل از این سپاس میگوییم به طلوری میبینیم باود در شهر خوجند، سراغ شهر خوجند، کوچه اسماعیل سامانی 250 تلفن تماس 92 633 88 33 92 933 88 22. انور احمدов مهمانی برنامه ناگفته هاست. خوش آمدید انور جان. تشکر زیاد اکای عزیز. اگر شما اجازه دید من سلام خودم را برای مخلصان برنامه ناگفته ها با 4 مصرع آغاز میکنم. سرود خود. مرحمت، انتظاریم. السلام علیکم ای مادرانی عزیز، السلام علیکم ای خواهرانی عزیز، السلام علیکم ای عاشقان شیدا، السلام علیکم ای عاشقان شیدا، السلام علیکم ای مخلصانی عزیز، السلام علیکم آرزو اکای عزیز. اکا جان عزیز خوش آمدید در شهر خوجند باستان. سلامت باشید. بسیار سپاس میگویم انور جان. شما با صدای خود من رو آنقدر مفتون کردید که من دیگر همین سوالهای بسیار پیچ در پیچ خود رو دادن نمیخواهم. سلامت باشید اکا جان رحمت. من سر اول بسیار خرسندم که امروز همراه شما در این برنامه بهترین ناگفته ها شرکت می‌ورزم. شما آماده هستید که ناگفته ها رو بگویید؟ البته حرکت میکنیم. چیزی رو پنهان نداشته. کوشش میکنیم البته. یک زمان مسابقه، یک سبقت شدید میان شما و غالب جان صورت گرفته بود. یعنی چرا این رقابت به وجود آمد؟ چرا؟ البته نه فقط در ساحه صنعت بلکه صنعت یا ورزشگران رقابت نباشد پیشروی نمی شود. مثلا ما ماه مارت هر سال کنسرت میمانم. اکای عزیزی ما غالب جان یوسف ماه اپریل. البته ما خرسند هستیم که من و اینچنین غالب جان یوسفوف زیاده از 15 بست 18 بست زیاده از 20 بست رکورد تا کجا رفت؟ رکورد مثلا غالب جان یوسفوف البته خطا نکنم زیاده از 20 بست کنسرت گذاشتند. از شما تا کجا رفت؟ کی غالب آمد در این؟ البته اکای عزیز ما غالب جان یوسفوف بسیارتر کنسرت شما گذاشتند. چند بست مونده؟ 18 بست. 18 و 20. بازی 18 و 20 از 20 زیادتر بود خطا نکنم. به فکرم 22 یعنی بست شما بود. باختید. البته من خرسند هستم که اگر خطا نکنم در تاریخ صنعت تاجیک این خیلی نشده بود که 18 بست 20 بست یا 24 بست کنسرت برگزار شده باشد. اهل هنر، نوازنده ها، اونهایی که با شما سر و کار دارند گفتند که بازی با 18 بر 20 به انجام رسید. نه این خیلی نگفتن از راسته. این یگان چی گویم نسبت غالب جان یگان نیتی بد کردیم ما پیشروی نکردیم. برای پیشرفت صنعت خودمان البته حرکت کردیم، برای دل مخلصان خودمان را شاد گردانیدن. به هر حال با دیگر سراینده ها شما چنین سبقت نمی کردید، با غالب جان می کردید. محض با غالب جان. برای چی؟ البته با غالب جان یوسفوف سبک سرایندگی ما نزدیک است. برای همین هم البته چنین رقابت بود. یعنی هیچ کس پنهان نمیدارم، البته همه مخلصان میدانند. برای همین هم رقابت بود. حالا چی؟ یعنی غالب جان دست بالا شد شما مغلوب شدید؟ نه برای چی؟ من تا حال کوشش میکنم که برای مخلصان هر سال کنسرت گذاشته باشه. من در نظر دارم اون سبقت را که بستای کنسرت زیادتر غالب جان. البته غالب جان یوسف زیادتر موندن کنسرت را. این رو شما چگونه قبول کردید؟ البته من خرسند هستم.
از لحاظ دیپلماتی و از لحاظ مناسبت دیپلماتی بسیاری نفرانی که مغلوب میشوند میگویند که نه من شدم، من زیق نشدم، من غمگین نیستم، من بسیار خرسندم، ولی در اصل این دروغ است. این حرف در اصل در نهانخانه دلشان یک غم اصلا میتواند جای داشته باشد، از درون کمی شاید غمگین باشند ولی از بیرون این رو نشان نمیدهند و بیایید همون درونی شما رو میکشویم. اکا جان از راستی من یگان چی گویم راه افتاده میدونید حسی کینه و بخل دیگر است، حسدخوری دیگر است، غمگین شدن دیگر است. تمام انسان وقتی که با ناکامی روبرو میشود کمی غمگین میشود و اگر روزی شما بگویید که بعدی مغلوب شدن در این سبقت کنسرتمانی من بسیار خرسند شدم که من کنسرت کمتر موندم، این الکی دروغ میشد. البته خرسند من لیکن غمگینم نیستم از راستی اکا جان، چون که ما زیاده از 15 سال است که دوستی جانی هستیم. برای مخلصانی که آمدن چیپته خریدن ما چقدر که امکان داشتیم کنسرت بعداً دیگر چیپته نخریدند که شما کنسرت 19 هم رو برپا نکردید. 18 بست تمام 18 بست مخلصا آمدن. البته کوشش میکنیم که باز سالهای آینده با برنامه کنسرتی خود دل مخلصانمان را شاد گردانیم. یفتم من دو تا شد. آها اونا یک تاش پویم. با یک تا دیگه هست. فقط توری سری من بشیند نزنم. خواهش لغزیده میافته دکشیده. لغزیدم. یک پاشا از کجای پیدا شد و من با نوزیم جان آوردار گفتم که من بودم این پاشا در بالای سری من نشیند با پاشا زنک باز نزنید. انوار جان میگوید که لغزیده میافتم. سلامت باشید. خیلی جالب است و شما باز میگویید که نه در خوجند همه تینج است، یگان رقابت نیست. اکا جان از راستی تمام مخلصان میگفتن یا در یگان کوچه میبینن در یک معرکه میبینن میگفتن که شما همراه غالب جان یوسفوف رقابت میبرید، رقیب هستید و البته ما همراه اکای عزیزم مصلحت کرده سال 2019 هم بخشیده به 15 سالگی فعالیت ایجادی هم یک تصمیم گرفتیم که یک سرودی دوستی سراییمو البته به مخلصان نشان دیم که ما دوستی نزدیکترین هستیم. یعنی مخلصان فکر میکردند که شما دوست نیستید. مثلا من میدیدم میگفتن که شما با همدیگر مناسبت خوب ندارید، رقیب هستید، چشم دیدن ندارید. لیکن البته این گپ ها خطا بود. بعد از آنی که ما سرود دوستی سراییدیم نسبت اون که این گپ ها خطا بود من شبهه دارم. برای چی؟ چون که چنین سبقت، چنین مسابقه بین دو نفر صورت میگیرد که خیلی مبارزه شدید دارند بین هم. این خیلی گفتن رقابت دوستی بوده. بعد البته در همون برنامه کنسرتی مصلحت کردیم که یک سرود دوستی سراییم. البته پسند مخلصان آمد. چگونه ترانه بود؟ یک پارچه‌اش رو زمزمه بکنید. ای دوست این عمری روان شیرین زی دوستی، باقی جهان جانی جهان رنگی این زی دوستی. الان این سرود بود. بسیاری کلماش از خاطر رفته است. کی این ترانه رو انشا کرد؟ البته این شعر استاد طالب آذرخش، آهنگ جانبیک جان اسام‌الدینوف. بعد البته بسیار یک سرود زیبا شد. یعنی این سرود خاتمه گذاشت با مبارزه بین دو سراینده. دیگر بعد از این در مسئله کنسرتمونی سبقت در میان شما با وجود نآمد؟ نه. زیاده از 10 سال این آوازه ها بود. اصلا در پشت پرده مناسبت شما چگونه است؟ من میدونم که وقتی که شما دویت میسرایید با غالب جان در روی صحنه، البته با تمام حسیات و هنر و زیبایی شما صمیمیت خود را میخواهید به تماشابی نشان بدهید، ولی میترسم که در پشت پرده
چیزی دیگر انتظار نباشد، سورپرایز دیگر انتظار نباشد. یعنی در روی صحنه بسیار دو نفری با هم دوست اتفاق، ولی در پشت پرده صحنه با هم دیگر اکجا ما حتی گاب میخوریم، خوشحالی میگن گاب میخوریم که از یک طبق ما آش میخوریم همراه غالب جان. دوستان عزیز، میدونید گپ خوردن چی است؟ در شهر خوجند اگر بیایید مبادا یگان کس از ساکنان تهجوی خوجند بستانی به شما پیشنهاد کند که بیایید گپ خوری میرویم، حتما راضی شوید، زیرا گپ خوری این آش خوری است. آش پلاو میخورن با تمام ضیافت‌هایش، فقط آش نه، آش و انواع میوه‌جات و دیگر چیزها، و این رو در شهر خوجند گپ خوری میگویند. برای همین هیچ وقت از گپ خوری سرکشی نکنید، راضی شوید. زیرا که آش پلو خوجند بهترین آش پلو در تاجیکستان است. بله بله. خوب گپ خوری میکنید با غالب جان؟ البته ما صنعتکاران انا داریم. چند کس در این گپ خوری شرکت میکنند؟ غالب جان زیاده از انور جان 20-25 نفر صنعتکار. کیو از چهره های شناخته کیان؟ البته استاد انور قاسموف، استاد انور قاسموف، باز غالب جان یوسفوف، غالب جان، انور احمدوف، فردوس محیدینوف، فردوس جان، باز علیم محمودوف، علیم واحدوف، خیلی بسیار تمام حافظان ولایت. علیم محمودوفی دوشنبه؟ نه، خوجند. من فکر کردم که برادر سهراب محمود. علیم محمودوفی خوجند. خوجنده. البته. بودجت یک گپ خوری چقدر است؟ در یک سال یک مرتبه نوبت می آید. در یک سال یک مرتبه. بودجتش چقدر می شود؟ خیلی همین 1,000 سامان صرف می شود. اونقدر زیاد نه. یک سال یک بار. در کجا دایر میگردد گپ خوری شما؟ در ساحل دریای سیر یک چایخانه بسیار زیبا هست. چایخانه نورالله. البته. خیلی البته یگانش شما رو نیست دعوت میکنیم، یک مهمان ما میشوید. بسیار خوب. من روزی، من پیشکی روزی و روزیگی هیئت جدی برنامه نگفته ها رو نیز بر شما میدیم. البته. خوب انور جان، شاید بسیاری ها ندانند که شما فرزندی هنرمندی بسیار شناخته تاجیکستان هستید. پدری شما در تئاتر کمال خوجندی سالیانی سال با حیث اکتور هنرپیشه فعالیت میکنند. حال و هوای پدر چگونه است؟ کارهای پدر چگونه است؟ تشکر زیاد. پدری بزرگوارم البته تا حال من در سن 66 باشم هم به تئاتر حیات خود را تصور کرده نمیتوانم. زندگی حیات آن کس تئاتر میباشد و البته فخر میکنم که فرزندی چنین انسان بزرگ هستم. زمانی بود که انور جوان، نمیدونم 14 ساله بودید یا 15 ساله بودید، با گروه نوازنده ها در توی های عروسی خدمت میکردند، یعنی کرنای سرنای می نواختند و انور نغاره می نواخت و شاید آن زمان در ذهن یک کودک 14-15 ساله صحنه های کلان حتی مجلا نمیگشت. در روی صحنه کلان برآمد کردن حتی این فقط یک خواب و خیالی خیلی دور بود برای این کودک. اما ببینید که از یک نغارچی تا به کجاها انور رسید. سورپرایز های زندگی رو ببینید. البته اکای عزیز ما راست میگویند. با گروه کرنای نوازان صدای خوجند که راهبری گروه اکای خودم اکمل جان احمدوف هستند، به حیث نغاره نواز در روزهای خرسندی در تویهای مردم خدمت میکردیم. در همون وقت دستمزد میداد برادرتون به شما برای چقدر دستمزد میگرفتید از یک توی؟ خیلی همون وقتا اکنون چی گویم، ممکن 40 سامان 50 سامان بود. همون وقتا برای یک کودک. البته. بعد در توی ها میرفتم، در توی معرکه ها استادان صنعت در خدمت بودند. بعد تماشا کرده می نشستم. من خودم مخلص استاد شادروان محمد جان محیدینوف بودم که وقتی که توی ها در خانه ها میشد، من کودک بودم، در حالی همان در بالای کد وقتی که خواب میکردم از تمام از جاهای دیگر محله های دور آوازهای استاد می آمد. از سم سردی دوست داشتنی من از سرتای استاد محمد جان محیدینوف
اناره دانه میکرد رعنا نگاه نمیکرد. امین یک پرچش رو زدم. اناره دانه میکرد رعنا نگاه نمیکرد، اناره دانه میکرد رعنا نگاه نمیکرد، نگاه میکرد چی میکرد دلم ادا میکرد، نگاه میکرد چی میکرد دلم ادا میکرد. این ترانه رو حالا جوانان با گیتار میسرایند و شاید اکثر جوانان خیال کنند که این ترانه جدید است، مجدد است، ولی مجدد نیست. این ترانه قدیمی است. ترانه قدیمی است که استادان هنر این ترانه رو در جوانی هاشون حتی میسراییدند. بعد با همراه استاد محمد جان محیدینوف پدر من در توی معرکه زیاده از 25 سال همکاری کردند که در توی ها میرفتن همچون برنده خدمت میکردن. پدر من تفاوتی کاری نوازنده از سراینده در چیست؟ یعنی من میدونم که زندگی سراینده با شور و شغب زیاد پیوندی دارد. این همه شور و شغب رو شما تحمل کرده میتوانید؟ آیا خوب نبود که نوازنده بمانید؟ اکنون البته پرابلم های زیاد دارد سراینده، زیرا که شب و روز در فکر و خیال آن که در کدام موضوع سرود کنم که به دل مخلصان. یعنی سراینده بودن مشکل تر است؟ مشکل تر البته، فقط ایجاد. نرخ و نوو کمی پایان رفت. نرخ فرمایشاتی توی بعد پاندمی یعنی چقدر ارزان شد؟ من معلومات به دست آوردم. اکنون اکای عزیز من از راستی گویم نرخ نه آنقدر دیگرگون شده است، زیرا که ما در انسان زیاده از 8 نفر خدمت میرسانیم به مردم. خودش توی معرکه ها در خوجند همین 2 ماه 3 ماه دوام میکنند. ممکن مردم فکر میکنند که صنعتکارا هر روز در توی همین مبلغ رو چیکار میکنند. البته این فکرها خطا است. صنعتکار فقط ایجاد میکند. اگر پول را صرف نکند البته به پیش نمی رود. اویله دار هستید؟ البته. چند فرزند؟ صاحب 4 فرزند هستم، 2 پسرچه 2 دخترچه 2 سر 1. انور جان، من میخواستم راجع به کارهای جدیتون حرف بزنید که وقتای اخیر چی نویگری ها است در حیات جدی شما؟ چگونه سرودها رو شما آماده کردید؟ یعنی با کی حاضر در مسئله متن و آهنگ با کی رابطه دارید و از این چیزهای مجددی که آماده کردید یک مثال بیارید؟ خب آخران سرودی که ایجاد کرده ایستادم: سوپی آبی چتری نیلوفر کشا، گریه کن ابر حجابی در صدف گوهر کشا. سوپی آبی چتری نیلوفر کشا، گریه کن ابر حجابی در صدف گوهر کشا. سوپی آبی چتری نیلوفر کشا، گریه کن ابر حجابی در صدف گوهر کشا. جالب. بنهایت غزلی عجیب. ممکن است ببینم؟ صبح آبی چتر نیلوفر کشا، گریه کن ابر حجابی در صدف گوهر کشا. لذت وصل مرا با روشنی احساس کن، پنجره بر شاد باد صبح چشم تر کشا. خیلی جالب. غزل ناب. در تلفن من یک چند شعرها هستند. حضور با یک شعری که من خودم دوست می‌دارم از فرزانه همین 4 مصرع میخوانم. البته این رو نیز در کنسرت تیار می‌نمایم. تپیش دل به حرمت یار است، ورنه این ساز و نغمه تکرار است. گل که بی آب ما میمیرد، خار بی آب هم همان خار است. بسیار شعر بهتری و واقعا درک کردن اشعار فرزانه کاری آسان نیست، زیرا هر یک مصرع فلسفه عمیق خود رو دارد. چون فرزانه خودش میگوید مرا هیچ قله پیمای نپیمود، هر رسید از بلندی های نامم. و یک چیزگر این شعرها رو شما از کتابی فرزانه پیدا کردید؟ البته در همون کنسرتی که ما گذاشته بودیم 15 سالگی. حق قلم فرزانه رو پرداخت کردید؟
نه این کتاب به من تحفه شده است. نی خیر توفه شده است، معنی اون رو ندارد که شما تمام این کتاب رو بگیرید بیسرید و با مؤلف شعر اگر چیزی لازم ندید. شود البته حق قلم رو میدیم، برای چی نه؟ چرا شما منتظر آنید که لازم شود؟ البته این سرود وقتی اگر که تیار لازم- می شود آها. من البته زیارت استاد میروم. حتما می‌روید. حتما. در همون کنسرت برنده کنسرت دمیربگ علیموف بودن در کنسرتی من. همین در دمیربگ کلیم فیسر آینده ها البته روی کنسرت روی شما؟ کنسرتی ما بودن. سال؟ بسیار سال گذشته. بسیار بسیار خوب. یک من این گونه مهارتی دمیربگ رو نمیدونستم مهارتی بلند دارند. در رویگی. البته بعد همین کتابی فرزانه رو به من تحفه کردن. بعد در کنسرت من نزد مخلصام وعده دادم که البته از این اشعار استاد من سال آینده برای شما سرودهای نو میسرایم. من در نزد انمین اکران وعده میدیم که حتما انمین سرود رو اجرا میکنم، حتما رفته استاد فرزانه رو زیارت میکنم، البته حق قلم رو میسپارم. سپاس. و در نهایت برنامه یک شعر زیبای فرزانه یادم آمد. شاید من یگان مصرعش را از یاد برآورده باشم، اما چنین است: وقت زمانه فاتح ما هم کرد، یک چند پست مشرب و ظاهر محققان، مجراره و حبابه و باطن مقلدان، در وصف من به سرحد اغراق پا زدند، در چهار سو به مدح پیاپی سلا زدند، صد خیرمن آفرین بفشاندند از سرم، هر جا روم همیشه چشاندند شکرم. وقت زمانه بسته چاهم کرد، دارم عجب که باز هم اولتر از همه مداهای دوش، آن وایزان خرقه برانداز خود فروش، در طعن من به سرحد اغراق پا زدند، در چهار سوزی جرم فزونم سلا زدند، صد خیرمنی ستیزه فشاندند از سرم، در چشم خلق چپه نمودند از ترم. یعنی ببینید این مفهوم رو، این معنا رو، این سخنرزی رو، این واژه های ناب رو، واقعا چنین است. یعنی من به چی خاطر گفتم که باری شهرت رو با شانه های خود برداشتن و راه رفتن کاری آسان نیست. در این میانه ایجادکاران زیادی صبر و تحمل خود را از دست میدهند، هستی خود را از دست میدهند و از آن بلندی ها به پایین سرازیر میشوند. تمنای من این است که فرود آیی شما نیز به زمین بسیار آسان باشد، بسیار زیبا باشد. هر زمان فرود بیایید به زمین، واقعیت زمینی رو ببینید و باز در آسمان هنر پرواز کنید. تشکر حضرت که عزیز. خیلی میخواستم که باز با صدای شما برنامه امروز رو به انجام برسونیم. خب شبی باران من یادی تو دارم، یادی تو دارم، یادی تو دارم، هوایی خاطری شادی تو دارم، شادی تو دارم، شادی تو دارم، در زیر باران تر می شدی، تر می شدی، خوش تر می شدی، بارانی ریزه ریزه ریزه، پشتی تیرزه ریزه ریزه. با سبک نوشتی آذرخش البته استاد یافتم. یافتید. یک شامی عطر بزن، بارانی ریز ریزان، از دامنی خیابان ما و تو را گریزان. این لحظه شهر دلها پزمان صحبتی ماست، این لحظه شهر دلها پزمان صحبتی ماست، در کوچه جوانی حرفی محبتی ماست، نم نم بزن ترانه، بارانی دل برانه، تا تر شود سراپا این شام عاشقانه، ای یار این شام عاشقانه. اصلا میتوانید شما یک کنسرت رو زیر عنوان باران بله تشکیل کنید. سپاس انور جان، موفق باشید. با شما سربلندی و سعادت و ظفرمندی رو تمنا میکنم. رحمت که از من بسیار امروز اگه به آرزوی خود رسیدم که امروز در این برنامه اشتراک نمودم. البته به شما
صد جهان تشکر می نمایم. تشکر. من نیز به آرزویم رسیدم، زیرا اولین مصاحبه ما است. من همیشه آرزو میکردم که با شما هم صحبت شوم. سپاس. خداحافظی میکنیم دوستان عزیز تا برنامه های دیگر. مسلط و مظفر باشید. خیر. خدا نگهبانتان.